یه دست GTA بزنیم خیلی باحال. باز سندلی است قرار باز کنیم. بعدا انشالله اگر تونستیم می GTA 5 انشالله. خودمو بکشم بهتره. ببینیم بهتره. پولمو حال میکنی؟ نه جدی پولمو حال میکنی؟ پولمو حال کن شر بشم. اینم آموزشه. میخوای اگه میخوای پولو اینجور به دست بیاری علامت 50 رو میبینید میزنید. اشتباه شد. 50 رو میبینید میزنید اینجا. نه مثلا یکیشون که جونه چون اینو بزنی جونتو 2 برابر میکنه هم با پولم میده. 4 تا فلان و ماشینا رو میاره. میای پایین 13 رو میزنی. 13 چه هر چقدر اصلا میده. 14 رو بهش عنوان نزن. 14 رو بزنید همه دنیا دیوونه میشه. چند برابر بزنید دنیا سرطان میشه. دیگه من گفتم. خاطر این اگر میخوای از بین ببریش از ور برید تو بازی. بخاطر اینجور درست میشه. یه دونه ماشین خفن آی سیکتیر بابا. مرسی ماشین. وای وای فرار یا اول فرار. ماشین تو بده. خواهش میکنم. گفتم حال کن. یه جایی هست میشناسم که اونجا نارنجک گذاشته اما یه دونه اسلحه و اونجا یه دونه موتور سریع بود. اینجا برم جاشو نشون بدم بهتون. بعضی جاها اونجا اسلحه مطلوب بود. مثل ببین مثل جامون یه جای میری چپش از این چیز بوکسی ها میدن. از این چیزا هستن. یه جای هست الان اینجا علامت گذاشتن. اونجا برقی به دست بردم. اونجا که مال اصلا بعدم تموم کردید تدریب اصلا رو یه جای هست که اصلا دیگه اونجا میده بهتون. بعدیش بذار اینم برج بزرگش اونجا برم بتونم مثل بپرم و یه چیزی هست نمیتونم نظرتونو بگیم. خب میشه یه لحظه نزنید. من همین که دایره رو گفتم. یا دیگه جایش نمیخواد همه زحمت بکشید چیز بگید بالا باچ و این وسیله
پیدا کنید. این روش راحت تر. یا اینجا به جایش هست ببینید. اینجا میایید، بعد میاییم میرسیم بالا و از این چیزا هست و که میخوایم بپرید. اینجا جای خوبیه برای کشتن پلیس وقتی ستاره و آماده پریدنیم. 3 2 1 لایک و سابسکرایب یادتون نره. نیافتیم. خوبه جاش فقط بیافتی فکر کنم بمیری. مشکل دارم من. یک میدانن نمی‌سمه. تقصیرت که منو زدی. روز منو کشی. گوه خوردم. خداحافظ. گوه خوردم.